این داستان واقعی راهب است. سال 1742 راهبه‌ای به اسم جوزفین روزنتال باردار میشه. این در حالیه که اون قسم میخورده با هیچ مردی رابطه نداشته. بعد از آزمایش هایی که انجام میدن به نظر میرسه که جوزفین هنوز باکر است و اینجوری میشه که میگن بارداری اون یه معجزه الهیه. اما سرنوشت تلخی در انتظار جوزفین بود. اون موقع زایمان جونش رو از دست میده و نهایتاً دختری به دنیا میاره که اسمش رو ماریا روزنتال میذارن. ماریا دو جنسیتی بود. همین باعث شد که راهبه‌ها و کشیش‌ها بهش به چشم یه موجود نفرین شده نگاه کنن. کم کم زمزمه هایی شروع شد که میگفتن اون یه موجود شیطانیه و حضورش نحسه. نهایتاً کلیسا یه نقشه وحشتناکی کشید. اونا تصمیم گرفتن وقتی ماریا 33 ساله شد، یعنی دقیقاً همون سنی که مسیح از دنیا رفت، اونو قربانی کنن تا مرگش رو مقدس جلوه بدن. اما ماریا از این نقشه با خبر میشه و قبل از اینکه به دست اونا کشته بشه، خودش به زندگیش پایان میده. بعد از مرگ ماریا، کشیش‌ها دستور میدن سر اون را از بدنش جدا کنن و توی یک جعبه مهرموم شده نگه دارن. بعد از این ماجرا اتفاقهای عجیب و غریب توی اون صومعه شروع شد. اتفاقهای ماورالطبیعی که همه میگفتن دلیلش روح ماریاست که اونجا رو تسخیر کرده. همون جایی که بهش ظلم کردن و باعث مرگش شدن. ما عجیبترین اتفاقها و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. پرژن پلاس رو دنبال